اینجا چی کار میکنی؟ کارمون تموم شد. نابود شدیم. حالا چی کار کنیم؟ چی کار کنیم؟ تو رو خدا آروم باش، خودتو جمع جور کن. خانم معلم از اینجا رفته. ازت پرسیدم اینجا چی کار میکنی؟ از سر راه برو کنار. خفشو برگرد مدرسه. به تو ربطی نداره. از سر راه هم برو کنار. تو میخوای فرار کنی و منم میذارم که بریاره؟ وای چقدر خوبه. فقط کنجکاوم بدونم که کجا میخواستی بری. بهت گفتم یه نفر هست که از تو حرومزاده تره. دارم میرم پیداش کنم. حالا از سر راه هم برو کنار. از جون سیر شدی پسر؟ برو اگه میتونی برو. برو دیگه برو. انگار اون طرفن. ببین پسر خودت خواستی. فرات! چی شده؟ اینجا چی کار میکنی؟ منو ول کنید، باید اونو نگه دارید. داداش تو خوبی؟ خوبه. داشت فرار میکرد. اگه نگرفته بودمش نابود بودیم. هیچ کدوممون واسش مهم نبودیم، فهمیدی؟ اونور ساکت شو. فرات چی شده؟ داداش اینا یه بند میگن داشتی فرار میکردی. حرفشونو باور نکردم. مطمئنم باز دنبال یه چیزی هستن. داداش لطفاً حقیقتو بهم بگو. تو فرار نکردی درسته؟ ها؟ چه ننگی؟ داشتی فرار میکردی؟ نه؟ داشتی فرار میکردی؟ خوبه حالا فهمیدین. حالا بگید ببینم خائن کیه ها؟ بگید دیگه. خائن کیه ها؟ مثلا دوست نزدیکتون بود. همه تونو نادیده گرفت. همه تونو فروخت. دهنتو ببند. نظام داره میاد. زود باشین. زود باشین بریم مدرسه. بجنبین بریم بیاین مدرسه. بچه‌ها، زود جلو کنین. باشین. بیاین. زود باشین. فرات بیاین فرات زود باش. بیا بریم. زود باشین بدو. دیگه. بیا بدو. زود باش. هیچ جا نیستم. هیچ جا. خواهر جان باشه، لطفا یکم آروم باش. چطور میتونم آروم باشم یلیز؟ ای بابا، بقیه کجان؟ دارن میان. معلوم است داری چی کار میکنی؟ ها؟ آخه معنی این کارا چیه؟ پریها خانوم آروم باشی. چرا ساکت باشم؟ تو به هم گفتی که یه بچه فرار کرده. آره مامان جان، درسته. آره من بهش مشکوک شدم و افتادم دنبالش و بعدش وقتی فرار میکرد گرفتمش. ببینم حالت خوبه؟ جرن حتی تحمل یک کلمه هم ندارم. لطفاً تنها بذار. منم اگه جای تو بودم شاید همین کارو میکردم. داری شوخی میکنی دیگه. ولی نمیدونم میتونستم انقدر به آدمای اطرافم بی اهمیت باشم. نمیتونستم. آره نمیتونستم. فهمیدم. تو از اون آدمایی هستی که اول توجیه میکنن بعد کنایه میزنن. نه نیستم. دارم هرچی حس میکنم و میگم.
ببینم نمیتونی برگردی؟ نمیتونی به صورتم نگاه کنی. چه خوب. خانم معلم چون مجبور بودم. مجبور بودی؟ باشه فرات، اینجا تموم نمیشه. مطمئن باش بهای این کارتو میپردازی. فردا حرف میزنیم. فرات پسرم، بابا فرات چه خبره؟ نمیتونی هر وقت که خواستی زندانیا رو ببینی. ولش. حالت خوبه؟ خوبم پسرم، خوبم. داری چی کار میکنی؟ فرات ببینم چیه؟ میخوای به من حمله کنی؟ داداشون خیلی جوونه. دید باباش افتاد و احساس حقارت کرد. من ببخشش. خوبم پسرم، چیزی نیست. فقط پام گیر کرد افتادم. برو پسرم برو. بهش دست یه بار بزنید. بیا برو. بیا بریم. برو دیگه. من دوباره میام پسرم. برو تو صف. هرچی رشته کردیم داشت پنبه میشد. این چه اشتباهی آخه؟ این چه بی احتیاطیه؟ این چه حماقتیه؟ واقعا نمیفهمم. حالا چه اتفاقی میفته؟ امروز رو جلوشو گرفتیم، فردا پس فردا رو چیکار کنیم؟ تموم شد؟ نه تموم نشد. تموم نشده چون این مسئله شوخی بردار نیست. تو همیشه به من میگفتی مواظب اونور باشم. اونور این کارو میکنه، اونور اون کارو میکنه. حالا این چیه ها؟ توضیحی داری؟ اینجی خانم باید یه چیزی ازت بپرسم. این شخصیت واقعیته یا داری عمدن خودتو بی تفاوت نشون میدی که منو عصبی کنی؟ ها؟ به هر حال ولش کن. ولش کن بابا. از الان به بعد تمام تلاشمو میکنم که این مشکل رو درست حل کنم. همین. هیچکم نباید دخالت کنه. خب اگه بدون اینکه به من بگی کاری انجام بدی میدونی چی کار میکنم. اونورم شامل این میشه. نمیفهمم تو چی میخوای بگی ها؟ میخوای این مسئله رو فراموش کنم و بی خیالش بشم دیگه؟ میخوای این کارو بکنم دیگه؟ نه میخوام همون کاریو بکنی که وقتی اونور به فرات چاقو زد کردی. فکر نمی کنم خیلی سخت باشه. چی؟ گفتی اونور به فرات چاقو زده؟ برایش بیا لطفاً این خانما رو تنها بذاری. یه لیزه دقیقه صبر کن. حقیقت چیه؟ همش توی مدرسه اتفاق افتاد؟ روز همگی بخیر. من هنوز توضیح میخوام. وایسا. خلیل، فطرت. اومدی اینجا که زندگی ما رو خراب کنیم؟
حالا چی میشه؟ قرار همیشه دنبالت بیایم که نذاریم فرار کنی و زندگیمونو خراب کنی؟ حالا که نمیخوای درس بخونی پس دیگه مدرسه نیا. اگه تونسته بودی فرار کنی منو میفرستادن الازیق. وقتی مجازاتم تموم میشدم زنه مرد تنها. اگه نمیخوای درس بخونی نیا. اگه قصدت خراب کردن زندگی ماست، اگه میخوای آخرین امیدمونو ازمون بگیری نیا. باشه؟ ببرینشون دیگه. برو درو باز کن. به به فرات رو ببین، وضعیتش رو نگاه کن. اگه بیرون بودیم این وضعیت رو حسابی جشن میگرفتم. برادرم مرد. یکی به ایش زد و فرار کرد. حتی نبردنش بیمارستان. من شانس کسی که این کارو کرده رو داشتم. برای همین فرار کردم. میخواستم خودم با دسته خودم بکشمش. آزاد. عزیزم نگاه کن، اینا خیلی قشنگه. آره ولی من اون لباس قرمز تیره رو خیلی دوست داشتم. جواهرات کفشان باش ست میشن. باشه، ما میخوایم اون لباس قرمز تیره رو بخریم. به نظرت چطوره؟ این همون لباسیه که دوست دارم. خیلی قشنگه عزیزم، بهت میاد. جران اگه تو اینو دوست داری میتونم یه چیز دیگه انتخاب کنم. راستش چیز دیگه ای دوست نداشتم. نه. ازش لذت ببر. ممنونم. خیلی بهم میاد مگه نه؟ خیلی خوب، پس من این یکی رو امتحان میکنم. میپوشمش الان میام. همه به جای خود. آقا نظام میتونم یه تلفن بزنم؟ نمیتونی. واسه چی نمیتونم؟ مادرم مریضه آقا نظام. خودت بهم گفته بودی که عموم زنگ زده. بذار فقط یه دقیقه صداشو بشنوم. ها؟ اجازه نمیدم.
وقتی تو مدرسه داری خوش میگذرونی میخوای اینجا ما منشیت باشیم آره؟ وقتی تو بخشت بودی وقتی زنگ زدن بهت خبر میدن. آقا نظام خواهش میکنم اجازه بده، مادرم مریضه. ساکت شو. تو مدرسه همدیگه رو با چاقو میزنی، هر کاری دلتون میخواد میکنی و بعد میخواین راحت زندگی کنین آره؟ اونجا هر کاری میخوای بکن ولی اینجا از قوانین من پیروی میکنی. فهمیدی؟ نگران نباش، خبر بد زود میرسه. اگه خبر بدی بود میشنیدی. چی کار میتونی بکنی ها؟ میخوای بندازم تو سلول؟ اون مامانش مریضه، واسه همین داره ازت خواهش میکنه. این دفعه رو فقط از هر دوتون میگذرم. کاری که موقع دیدن پدرت کردی و نمیدونستم، ولی اگه دوباره بخوای به من حمله کنی تاوانشو پس میدی. داداش خلیل، کاری نمیشه کرد. خودتون که دیدی اجازه نمیده. داداش کمی آروم باش. به تو ربطی نداره. من با کسی که به دوستاش خیانت میکنه حرف نمیزنم. داداش نظام، چیه؟ داداش چرا اجازه ندادی با مامانش تماس بگیره؟ با برادرش صحبت کردم، مامانش حالش خوبه. اگه خبر بدی بود اجازه میدادم صحبت کنم. نباید دوستشون کنی خلیل. اگه تعادل رو حفظ نکنی چیزایی رو میخوان که لیاقتشو ندارن. اینطوری خوبه. میتونه صبح با مامانش تماس بگیره. شب بخیر. بیا داخل یه قهوه بخوری. لازم نیست، دارم میرم خونه. براک چرا اینطوری میکنی؟ دیگه داری زیاده روی میکنی. فکر کنم تو و خواهرت بهتر دست از سر اون بچه‌ها بردارین و مراقب اونور باشین. واقعا از این موضوع خسته شدم، بیخیالش شو. یلیز تو از کی انقدر بیرحم شدی؟ واقعا باورم نمیشه. براک تمومش کن لطفا. ولش کن. شب بخیر. راستی تو به هر کی که میرسی داری میگی ما نامزدیم؟ دیگه اینو نگو. همچین چیزی نیست. ما فقط داریم با هم وقت میگذرونیم. فقط همین و بس. یلیز چی شده عزیزم؟ اتفاقی افتاده؟ خواهر باید میشنیدی براک به من چی گفت. یلیز نمیدونم کی میخوای حقیقت رو ببینی. براک هیچ وقت دوستت نداشته. لطفا تو خودت میدونی که من چقدر دوستش دارم. میدونم عزیزم. بیا بریم تو. بیا بیا. مرد، فردا تو مهمونی خداحافظی تابستون میخوام بتره کنم. واسه همین میخوام همه چیز کامل باشه. دیگه همچین شانسی پیدا نمیکنم. خرابش نکن خواهشم. دقیقا همون کاریو میکنی که بهت گفتم. فهمیدی چی شد؟ چی شده؟ چی میخوای؟ تلفن لازم دارم. تلفن لازم داری؟ چیز دیگه هم میخوای بگو، تعارف نکن.
تلفن لازم دارم. مهمه. ای وای مهمه. لطفا. خیلی خوب. اول باید مرد باشی. باید ازم درخواست کنی. باید التماسم کنی. حالا که مهمه، خب یه راه حلی واسط پیدا میکنم. بیا رفیق. بسته دیگه کافیه. تاوان کارایی که روز اول کردی و پس دادی. دیگه لایق گرفتن تلفنی. خوبه مگه نه؟ خیلی خوب بابا، اخماتو باز کن، شوخی میکنم. بیا. باشه بگیرش. بفرمایین. آخ، معذرت میخوام افتاد. آخ. آره. چرا بهش اجازه دادی؟ اینو بگیر. بگیرش. اینو بده به آزاد. میتونه به مادرش زنگ بزنه. چیزی که اینجا دیدی و شنیدی فراموش کن. خدا ازت راضی باشه. هیچ وقت این کارتو فراموش نمی‌کنم.
این اصلا چیز مهمی نیست. مادرت چطوره؟ خبری هست یا نه؟ خدا رو شکر خوبه. بازم ممنون. یه روز این لطفتو جبران میکنم. تو دیگه هیچ دینی به من نداری. بازم میتونم این کارو بکنم. فرات، اگه الان میرفتم اون رو میکشتم. گوشی رو میدم به کومور که اون ببره بهش بده. ببین من مجبور بودم برم. وقتی قاتل برادرم آزادانه بیرونه نمیتونستم اینجا بمونم. وگرنه همچین کاری نمیکردم. برای انتقام برادرت میخواستی فرار کنی و یه نفر رو بکشی؟ چطوری میخواستی این کارو بکنی؟ با این دستا؟ با چاقو یا با تفنگ؟ فکر میکنی کشتن یه آدم کار راحتیه؟ واقعا فکر میکنی از پسش برمیای؟ میدونی من چرا اینجام؟ به خاطر انتقام. پدرم منو فرستاد تا قاتلای برادرمو بکشم. اون منو مأمور انتقام این خونه ریخته شده کرد. من داداشمو بیشتر از همه دوست داشتم. فکر میکردم به محض دیدن قاتلش میکشمش، اما نتونستم. این زندگیه. زندگی. کشتن کار راحتی نیست. حتی اگه اون شخص دشمنت باشه، یا حتی اگه برادرتو کشته باشه. فرات، تو اگه برادرم حسنو میشناختی میدونی چرا ازت عصبانی شدم؟ هیچ وقت به امیدام و قولی که به مادرم دادم که دکتر بشم اهمیت ندادم. عصبانی شدم چون تو سعی کردی قاتل بشی. فرات، من فکر میکردم فرات مرد واقعیه. فرات آدم درستیه. هنوزم همینطور فکر میکنم. اما اگر یه چیزی رو تو این دنیا مطمئن باشم اینه که یه مرد و انسان واقعی هیچ کس رو نمیکشه. خودش میمیره اما هیچ کس رو نمیکشه. من بهت نمیگم فرار نکن، فرار کن، اما این دفعه منم باهات میام. فرات، میام و کمکت میکنم تا اون بیشرف رو پیدا کنی. اما اگه بمیرم هم نمیذارم قاتل بشی. خب حالا کیک، تو داری چی میگی؟ کی با هم فرار کنیم؟ فرار نمی کنیم. پس میخوای چیکار کنی؟ نمیدونم، ولی نمیذارم دوباره همچین چیزی رو تجربه کنیم. کومور، داری چی کار میکنی؟ خیلی به خودت میرسی. داریم میریم مهمونی دیگه، مگه نمیای؟ چه پارتی داداش؟ خداحافظی با تابستون. من که میدونم شما چقدر به مدرسه علاقه داری. بیاین آماده شی. نه داداش، من نمیام، همینجا میمونم. میتونم بگم مریض بودم. اگه تو نیایی منم نمیام. شما چند بار تو زندگیتون از این مهمونی ها دیدین ها؟ خواهش میکنم منو با اون پولدارا تنها نذارین بچه ها. خواهش میکنم. چی کار کنیم؟ خب من که میگم پاشیم بریم. داداش خودمه. داداشامه. وای پرنسس. صبح بخیر بابا جون. چقدر خوشگل شدی. متشکرم. صبح بخیر.
صبح بخیر. مطمئنم امسالم زیباترین دخترای مهمونی میشی. لباسمو خیلی دوست دارم. ممنونم زنمو. خواهش میکنم. نیازی به تشکر نیست عزیزم. تو خودت خوبی و لایق بهترین ها هستی. این لباسم مخصوص خودته. خیلی خوشگل شدی خانم. آره همینطوره. خب خوبه، نیم ساعت دیگه با هم بریم؟ بابا جون اگه اجازه بدید من زودتر میرم مدرسه، اونجا میبینمتون. اوا چرا؟ هیچی. میخواد دنبال دوستای مجرمش بگرده. جرن؟ مامان همچین چیزی نیست. جرن ببین اگه مامان نه، گفتم که همچین چیزی نیست. نگران من نباشین. نوش جان. میبینمتون. میرم آرایشمو بررسی کنم. وای خیلی خوشگل شدی. دختر اصل این لباس خیلی گرونه، خیلی گرون. هر کسی نمیتونه این لباسو بخره. ببین اگه این لباس تقلبی رو بپوشی شرمنده میشی. اگه من خودم بهتون نمیگفتم میفهمیدین تقلبیاره؟ مطمئنم که نه. واسه همین به کار خودت برس و انقدر به پر و پای من نپیچ. مشکلی نیست، میتونید بیاید. این لباسا چیه؟ ما دانش آموزیم و میتونیم از همه حقوقمون استفاده کنیم مثل بقیه بچه ها. درباره چی حرف میزنید؟ کجا دارید میرید؟ خب امروز یه جشن تو مدرسه داریم، جشن سنتی برنج. مگه مهمونی خدافزی با تابستون نیست ها؟ فقط میخوایم یکم برنج بخوریم همین. زهرمار بخور. از این کارای مسخره خسته شدم، ولی میدونم باهاتون چی کار کنم. کاش خیلی زودتر اینجا اومده بودم. کاش اومده بودم. میدونم فرات برادرش رو از دست داده، ولی انتظار نداشتم تلاش کنه قاتل برادرش رو پیدا کنه. مطمئناً اجازه نمیدادم همچین کاری بکنه. وقتی یه بار این کارو کرده دوباره هم انجامش میده. تا زمانی که این فکر تو سرشه همینه. همش تقصیر منه. بهش اعتماد کردم. فرار میکنه. حتما فرار میکنه. اون حسن رو بیشتر از همه ما دوست داشت. وقتی حسن مرد گفت دیگه زندگیش تموم شده. آره ممکنه دوباره این کارو بکنه. پس یعنی هدفش رو میدونستی؟ نمیفهمم از کجا پیداش کرده. اون نمیدونست قاتل حسن کیه. از قبل که باهاش آشنایی نداشته. نمیتونه از تو زندان پیگیر همچین کاری بشه. نمیتونه کسی رو ببینه. من واقعا نمیفهمم از کی و چی به اون رسیده. اون به من گفت که دوربینا تصادف رو ضبط کردن. میره تا فیلم دوربینا رو بگیره. وقتی ازش پرسیدم هیچی راجبش به هم نگفت. کی ضبط کرده؟ کدوم فیلم؟ نمیدونم. اون هیچی به من نمیگه هیچ وقت. شاید دوباره فرار کنه. نمیدونم. با فرودگونه کار داشتن. فیلم دوربینای مغازه رو میخواست. براش آماده کردم. بگو بیاد مراد نداری. دیگه هم به این شماره زنگ نزن. فهمیدی؟ ای خدا. فراد خودش کم درد سر داشت. الان دوربینم بهش اضافه شده. ای خدا. همش تقصیر منه. چرا تقصیر توئه؟ الیف جان اگه چیزی میدونی لطفاً به ما بگو قبل از اینکه خیلی دیر بشه. من میدونم برادرم به کی زنگ زد. شماره‌شو دارم.
معذرت میخوام، اینو حتما باید جواب بدم. پریان خانوم، لباسایی که گفتین آماده است. لطفاً بده به راننده، اون میذارتشون تو ماشین. به روی چشم خانوم. ببینم این لباسا مال کیه؟ لباسای اونوره. تو مهمونی امروز میپوشه. به شادی بپوشه. بورش دیگه کم کم باید راه بیفتیم عزیزم. ما باید قبل از بقیه اونجا باشیم، میدونی که. من نه، ولی تو باید اونجا باشی. آره؟ به عنوان مدیر مدرسه باید اونجا باشم، اما فکر کنم بهتره با هم به عنوان یک زوج بریم. کاش برای بچهای زندانی لباس آماده میکردیم. نمیخوام مثل مسابقه دوباره شرمنده بشی. اونو قرار نیست تو مهمونی شرکت کنم براک. چرا نه؟ مگه نگفتی که اونور میاد؟ آره، ولی فقط اونور میاد اونجا. بقیه لازم نیست بیان. خیلی خوب. یه خبر خیلی خوب دارم پریان. برای اونور و البته برای بقیه زندانی های جوان. ما امروز درخواستی رو که برای مرخصی های کنترل شده آخر هفته دادیم به اداره کل رسید. تونستم تعداد امضاهای کافی رو جمع بکنم و این خبر خوبیه. تو داری جدی میگی؟ البته. واقعا همچین چیزی ممکنه؟ شانسمون رو امتحان میکنیم. نمیتونیم از قانون توبه استفاده کنیم، اما این یه پروژه اولیه است. شاید امتیازات دیگه‌ای هم بتونیم بگیریم. باورم نمیشه. یعنی اونور میتونه بیاد خونه؟ آره. البته اگه زندانیای دیگه کار اشتباهی انجام ندن و پروژه رو به خطر نندازن. نمیدونم، ولی همگی هر کاری لازم باشه انجام میدن. حتی اگه لازم باشه نمیذارم از کلاس برم بیرون. به اون آقا زنگ زدی؟ نه دخترم. اگه میخوای من زنگ بزنم. نه. تو برو مدرسه، من خودم زنگ میزنم. مامان، از دستم عصبانی نباش. اگه میدونستم اصلا به برادرم نمیدادمش. هیچ وقت همچین کاری نمیکردم. باشه، اشکالی نداره، گذشته ها گذشته. اگه قاتل حسن تو ویدیوها باشه چی؟ تکلیفمون چیه؟ اون موقع میخوای چی کار کنی؟ کاریو میکنم که یه مادر پسر از دست داده میکنه. همون کارو میکنم. اگه بخوای میتونم باهات بیام مامان. برو مدرسه تا دیرت نشده. اون 20 لیرم از اونجا بردار. من پول دارم، تو با اون قبضا رو پرداخت کن مامان. تو هفته پیشم پول نگرفتی عزیزم. گفتم که پول دارم دیگه، الان دیرم شده، بذار برم. میبینمت. من به خاطر اشتباه دیروز سرزنشت نمی کنم، چون اونقدر برام مهمی که نمیتونم از تو عصبانی بشم. من کاملا میتونم علاقه تو به برادرتو درک کنم، اما اول یه چیزی رو باید بهت بفهمونم که دیگه اصلاً حق نداری از مدرسه فرار کنی، چون اینطوری به غیر از خوده چند نفر دیگرم به درد سر میندازی. و اگه داری برنامه ریزی میکنی، اگه فکر میکنی میتونی راهی پیدا کنی، کاری میکنم که پشیمون بشی. باشه؟ من حتی میدونم که تو چرا فرار کردی. شما واقعا اینو میدونین؟ آره، خب معلومه، حتی درکت هم میکنم. البته این به این معنی نیست که توجیهت میکنم. مثل جنایتکارا برنامه انتقام چیدی، کاملا مصمم بودی، سعی کردی کارای بی‌معنی انجام بدی، مطمئناً اصلا به عواقبش هم فکر نکرده بودی. اما نه، تو هرگز نمیتونی همچین کاری بکنی. خانم معلم، کی اینو بهتون گفته؟ از کجا فهمیدین؟ اصلا مهم نیست. باشه، چیزایی که الان بهت گفتم و فراموش نکن. ببین، تو یه بچه فوق‌العاده خاص هستی. اینو فراموش نکن.
فرات؟ ببینم تو انگیزه غیر از انتقام نداری؟ یه رویا، یه تصویر، حتی یه شخص، هیچ کس نیست؟ فرات، چشماتو خوب باز کن. قلبت راه درستو بهت نشون میده. تو به معلم اینجی گفتی که فرار کردم؟ نه، البته که نه. چرا این حرفو میزنی؟ چی گفت مگه؟ بهم گفت فرار کردن و فراموش کنم بدون انتقام. خب تو چی گفتی؟ هیچ. میخوای دوباره فرار کنی؟ خب معلومه من چی دارم میپرسم. میخوای زندگیتو نابود کنی وقتی انتقامتو بگیری خوشحال میشی؟ نه، فرار نمیکنم. باید دوباره فکر کنی. این یه تصمیم خیلی مهمه. باید به بقیه هم فکر کنی. فرار نمیکنم. اگه فرار کنی چی گفتی؟ فرار نمیکنم. ببین اگه دوباره به هم بگی که داری چیزی رو میگی که من میخوام من دیگه بشنوم. فرار نمیکنم. حداقل به خاطر دوستام. دوباره باعثش نمیشم. خانم معلم، چی شده؟ چطوری میریم مهمونی با معلم اینجی؟ مهمونی چی؟ شما نمیایید مهمونی؟ چرا؟ خلافکار اجازه ندارن؟ آره عزیزم، فقط اونور میتونه بیاد. خب یعنی چی؟ پس اگه اون میتونه بره ما هم میتونیم بریم؟ نمیتونم با تو سر کله بزنم، سرم شلوغه. برو ببینم. تو هم با معلم اینجی میری مهمونی؟ فکر کنم. معلم اینجی چی شده؟ آروم باش. ما نمیتونیم بریم مهمونی ولی اونور میتونه بره. دوستاتو جمع کن، همه با هم میریم. وای وای وای. نگاش کن. پسر خوشتیپمو ببین. خیلی دلم برات تنگ شده بود عزیزم. خلافکارا هم میان دیگه نه؟ نه چرت و پرت نگو. چطور میتونی فکر کنی من اجازه همچین چیزی رو میدم؟ اجازه میدی مادر من؟ اجازه میدی؟ من خیلی دلم میخواد فرات بیاد. اونور، من میترسم دوباره تو کار وحشتناکی انجام بدی. به هم اعتماد کن، همه چیز تحت کنترله. بیشتر از دفعه قبل قرار خوش بگذرونیم. به خاطر حضور این بچه‌های مجرم توی مدرسه خیلی از دانش آموزا دارن ترک تحصیل میکنن. خیلی از معلمای این مدرسه استعفا دادن، اونم برای حفظ جونشون. یکیشون پدرشو با چاقو زده. واقعا روانی‌ان. ما نمیخوایم همچین آدمایی رو تو مهمونی امشب ببینیم. ما واقعا نگران بچه‌ها و شرایط درسشون هستیم. چی شده؟ مشکل چیه؟ اینجا خانم و آقایون صاحبان این پروژه هستن و بقیه معلم‌های ما هستن به همراه شورای مدرسه. شورای مدرسه؟ خب این بچه هم دانش آموزای همین مدرسن. حق با اینجی خانومه. حالا که اونا دانش آموزای ما هستن، حقوق برابری با بقیه بچه ها دارن. براک چی داری میگی؟ همه ما با هم توی این موضوع هم نظریم. خب به نظرم این انتخاب دموکراتیکه، اما ما به این انتخاب شما اعتراض داریم. ببخشید شما دقیقاً به چی اعتراض دارید؟ اعتراضمون چیه؟ اسم این دانش آموزو میدونی؟ متوجه نمیشم. اسمشو میپرسم. نمیدونی؟ باشه، اون یکی چی؟ اسمشونو نمیدونی. اسم هیچ کدومو نمیدونی. ولی این خیلی جالبه که انگار جرم تک تکشونو میدونی. شما براتون مهم نیستین بچه‌ها کیان، فقط دارین پشت سرشون حرف میزنین. شما مربیین، آره؟ شما به این بچه‌ها درس میدین؟ فکر میکنین تربیتشون میکنین؟ این دانش آموز فراته. فرات گنی. سال گذشته نفر اول آزمون علمی بود. این آزاده. یه فوتبالیست چپ پای قوی که اگه فرصت بهش داده میشد الان باید توی یکی از تیمای مطرح توپ میزد.
اینو از خودم نمیگم. اینو آقا بوراک معلم ورزشش تایید میکنه. به هر حال داستانش طولانیه. این نارینه. وقتی مدرسه راهنمایی بود، تو مسابقه شعری که شرکت کرد نفر اول شد و شعرش توی مجله ادبی مهم چاپ شد. پری. اون میتونه سوناتای شکسپیر رو بدون هیچ مکسی ترجمه کنه. بله. اینجی خانم، ما پیام لازم رو گرفتیم. تو مهمونی میبینیمتون. صبر کنید، چطور ممکنه شما معترض بودین؟ بریم بچه‌ها، وقت خوشگذرونیه. بریم تا دیر نشده. لطفاً صبر کنید. براک، معنی این کارا چیه؟ چرا ساکت موندی و از من دفاع نکردی؟ وقتی خواهرم بفهمه خیلی عصبانی میشه. تازه این فقط رضایت اونا بود. تو هنوز دعوتنامه لازم داری. یه دعوتنامه 1500 لیره. تو پرداخت نمی کنی، درسته؟ من پرداختش میکنم خاله. چی داری میگی اونور؟ من پول دعوتنامه ها رو میدم. هیچ مشکلی نیست. بچه‌ها، اول حسابی رو خوب گوش کنین، بعد حرف بزنین. چرا باید به تو گوش کنم؟ اون به هیچ کدوم از ما فکر نکرد. داشت بیخبر فرار میکرد. آره درسته. اگه دوباره فرار کنه و زندگیمونو خراب کنه چی؟ لطفاً آروم باشین. من باهاش حرف زدم، مشکل کامل حل کردم. من بهش اعتماد دارم. بیاین بحثو تموم کنیم. باشه؟ نه اینقدر هم آسون نیست. ببینین بچه‌ها، میدونم که از دست من عصبانی هستین. میدونم و حقم داریم. من دیگه فرار نمی‌کنم. چی بیشتر از این میتونم بگم؟ قسم بخور. قسم بخورم؟ آره قسم بخور. قسم بخور که دیگه فرار نمی کنی. قسم بخور. یا قسم میخوری یا میری بیرون. قسم میخورم که دیگه فرار نکنم. خوبه؟ خوبه. آفرین. یکم بهتر شد.